این 24000 کرایه خانه تان که 8 ماه ماندی و 6000 افغانی دیگه به خاطر عید که بتانی و این ایدی توفیست و این هست توفی ایدی 10000 افغانی ایرم شما بگیرین و شما باید در عید برین ایدتان ده همراه اولادتان در خانه سپری کنین خودت الله سبحانه و تعالی بله چشمای نگاه کرده که فقط او را در روز آخرت ببینید. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. میوه خشک است با فامیلایی که مستحق است در روز عید. انشالله شما تا آخر کلیپ ببیننده باشین. ما ایره به کسایی میتیم که در واقع اونا اشد نیاز دارن که عید خوب و خوش نسبی مثل ما داشته باشن. انشالله تا آخر با ما هم نگاه باشید. Let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. La 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 la. کراچی برتان بشر دوست خریدم. بشر دوست خریدم. و امروز چند برای من است شهید پخش کرده. خب دختر ما 1.5 ساله به شوهرم مرد. حال دخترکم 16 ساله است. 18 ساله. فیس کورسش ندارم که بتم دخترم سال آخرش است. بازم از خدای فیس کورس چند است؟ 3000. 3000. چه یک دخترت است؟ یک دخترم است همراه مادرم زندگی میکنه در خانه. با یک سال 3000 است؟ نه نمیتونم یک ماست 3000. دینی چی میخونه چاری قنبر؟ چی میخونه؟ حقوق میخونه این همی چی که آمدگی کنکور است چی است امور میخونه. آمدگی کنکور؟ خب. دیگه خودم قرضدار هستم بیا در 1,20,000 این صبح نبرایم از خانه نماز خوانده گفتن من خانه میرسم. اگر ما بر شما یک مغازه جور کنیم که نزدیک خانه تان باشه چطور میشه؟ نمیشه. بچه ما در کراچی خود کار میکنیم دستفروشی میکنیم. به خاطر تکلیف میشه هر روز کراچی نه اگر مغازه بر جور کنیم نزدیک خانه دموج استاد باشی. کراچی مگه مال برده بیخی خوبش. چی را بندازیم برد؟ چیز که من چند روپا برد خواد شد؟ فروشات منی خوب است دستمال کاغذی. خود چرا ای کم خریدی؟ پیسه نیست. چند نیاز داری؟ در شرکت 6 تا یزی را 500 روپا میده 20 روپا بیچاره اعلام میکنه برای ما پیروزانه مفروشم که 300 کار کنم 400 کار کنم روز دست هیچ کار نمیکنم همیا میمانم به سبب. یعنی فکر کو که چقدر پیسه باشه که بر کراچی پر شوه و این چیزا رو درست بفروشی. 4-5 هزار پر کو بخشم. 4-5 هزار مشکل نیست. قرضیای ما خلاص کنه همین حج اکبر به شما میشه تا خانه خدا نه. ما اگر شما راضی سین به مغازه ما بر مغازه جور میکنیم. اگر به مغازه نمیگین خیر است دیجا مقدار پول بدین که ما دیجا چیزی بدم بر دیجا پول میدیم. پر شوا درست است. این خاله جان توفی دیست. توفی قرآن شریف هست خاله اینجا. این مکمل به خاطر عیدتان همه چیز است ان شاء الله. ممیز نخود دیگه چیزا شامل جان؟ بادام بله همچنان چهارمغز است گلچه است. تو که دست مرا میگیری الله پاک دروازه خانه خدا بروی باشه برای کسی که دست یک فقیر میگیره الله پاک دست از رو خدا بگیره ان شاء الله. تشکر از شما. الله پاک ملونا نصیب کنه قام بالا چوکی بالا نصیب کنه. باش این روز عید است ما میخواد برآمدیم که مادر خدا ببینیم خاره خدا ببینیم و چیزی که واسه ما میشه او رو باشون بکنیم ان شاء الله. بعد میاد گدای خوش ندارم خداوند امی ما میفهم یک چیز براتون بگم. امام احمد بن حنبل مادرش عالم ساخت. دمی جمله محمد اقبال مولانا محمد اقبال مادرش یک چیزی او را ساخت و هر کسی که ببینی اصلا مادرشون بودن که یک همت داشتن و به همتتان سلام. این 10000 افغانی است. این را بگیرین و به خود سادا بندازین. درست است؟ خدا چه خانه خدا نصیب. خوش آباد باشین. تشکر. بعد انتظارنا لك طول مادرکم به خانه مرا بیاین اونم جگه کشیشتن خانه تو بکای شد. خاله جان یک کار کو این چیزا که تو دفتن بگی این توفی ایدیس دیجه نخود ممیز بادام همه چیز وجود داره و این هست توفی ایدی 10000 افغانی. ایرم شما بگیرین و شما باید در عید برین عیدتان ده همراه اولادتان در خانه سپری کنین. ما نمیخوایم که قلن عید شما سرک تر کنین. این توفی ایدی تاشون فامیلا را از خودگاه را کلشان دعوت کنین باشان چای بدین و این توفی ایدیتان. درست است؟ و این پیسه تان ان شاء الله فکر میکنم به یک ماه 2 ماه کافی است. 10000 افغانی.
چی کار میکنی؟ فعلا من خود اسمال تشپیپر مفروشم نمیسرک و روزانه و تقریبا چند میشه تو چشپرایتان؟ والا هم یک خرچی مبرا بسیار بزرگ صاحب از کرای خانه هم یالا 4 ماه 5 ماه صاحب قزار هستم. کرای خانه چند است؟ کرای خانه هم صاحب 4000 صاحب. 4000 چند اتاق است؟ 2 اتاق است صاحب. 2 اتاق 4000. یعنی میری یک و دیگه خودش تشنا بشم از رای ورسی میریم از مجبوریت صدقه و چند اولاد داری تقریبا؟ همین سه دانه کتار صدقه. ماشاءالله ماشاءالله. خدا نسان کنه. شما نفهم توفی دی خریده بودین نخریده بودین؟ نخریده بودیم آجیست صدقه که مرد خدا شما خدا برتان آورده بودین. چون روز عید است این وظیفه ماست که باید با کل دوستا برسیم. خواهش میکنم. روزه رو چه قسم سپری کردین؟ والا تیش به امید الله دیگه ناامید نیستم مای پر برکت از خدا جان سر کل مسلمانات تیر میگه ناامید نیستم از الله. در یک روز چند از این تشپیپر فاید دارین شما؟ والا صاحب مگه یک دو بستک سودا کنیم یک 300 میمونه برم. گفتین 4 ماه کرایتون مانده؟ جان صدقه خب مشکل نیست خیر 4 ماه کرایتون ما میدیم. چند میشه شما جان؟ 16000؟ 16 میشه. ای 10000 افغانی است و ان شاء الله 16000 افغانی خواهش میکنم. ما میریم مشکلات وقت نمیگیریم. شاید دویتون از ما استفاده کنیم خاطر تشکر بیادرکم بسیار خوشحال شدم. جزاک الله خیر. خدا جان بگم من نیت آرزویی که داره خداوند برسونه کلتون که کل مسلمانان به خصوص حاجی صاحب و بیادرکم من کل مسلمانان بیادرکم روز سید صدر جان تشکر. چطور میتونی زندگی روزی خود پیش ببری؟ والا بسیار شرایط گفتم پیشترم بسید والا گاهی وقت روزه گرفتیم. اشتراکای فرد خود در رمضان خب باید روزه بگیری. بدون از اون باور خب وقت خوب بود یک مسلمان کو مگه بالا نمیکنه کسی والا. چشمایتون هر ماه مصرفتان چند است؟ در ما نام خود 11 نفر هستیم. 2 بوجیار اولادتان از کلش؟ کل دخترک هستن. خب دخترک هست 2 بوجیار دست یک بوجی برنج یک پیپک روغن مثل دو. چند میشه ماهانه؟ در قیمتش بگو چند میشه ماهانه مصرفت؟ ماهانه نه بسنج که سکو چقدر تمام خود خودمن سنجیدی؟ نه والا نه. چند میشه تقریبا فکر میکنی؟ 2 بوجی آرد و یک پیپ روغن برنج و دال و ناز کن. خب 5000 پا میشه نه؟ زیاد میشه والا. 8000 از 15000 هم شاید زیاد شود. در یک ماه؟ به خاطر 11 نفر میخوام کل دخترک هست این دخترک خورده بسن. خب و خانه هم کرایی است؟ خانه کرایی است. کرای خانه چند است؟ کرای خانه 3000 پاست. اندال پیسه کرای خانه سر ما مونده. چند ماه مانده؟ تقریبا 8 ماه مونده. 8 ماه؟ وضعیتم خراب است. خب 8 ماه 3000 چند میشه تقریبا؟ 24000. خب کاکا جان ما برتان یک توفی ایدی آوردیم با عزت خدا باشه و او را شما بگیرین. تشکر. و باز درباره میبینیم ان شاء الله اگه ما کدام بودجه داشتیم تشکر. گوش میکنیم بعد هر ماه کمک بدیم با عزت یا باشه. به فامیل یک چیز بکنیم با عزت که خدا بتون باشه. شما سر پای خود ساد شوین خداوند ان شاء الله. اجر- چون اولی نا وقت است شب است شما برین اجر ایدی را دنیا. بگیرین و همراه تشکر. فامیلتون بشینین چیز تشکر. تده کنین و اجر دنیا شارم جان امروز صحبت کنین بعدن چطور بتونیم ما بتونیم یک تجارت جور کنیم چیزو کنیم که شما بتونین با همیشه عزت باشین. با انکم خود داشته باشین. با عزت ما باشین. برتون عالی 8 ماه خانه کرایتان میدم ان شاء الله تشکر. که تا بتونین از خانم تشکر. بغار شوین تشکر. و بتونین دخترکایشان از سرش درس میخوانه؟ دخترکا درس من خدا گرو میکنم دخترکای درس میان. چی درس میخوانن؟ مکتب میرن مسجد میرن سی تا کش 12 پاس کردم. کل ای 24000 کرای خانه تان تشکر. که 8 ماه ماندی و ای 6000 افغانی دیگه به خاطر عید که بتونی و ای ایدی توفیس شرم جان رو می ای 30000 افغانی. خداوند درست است؟ دنیا و آخرت تانه. یک چیز براتون بگم تشکر. شما نابینا از پیدایش هستین. خب یک چیز براتون بگم جان خودت الله سبحانه و تعالی بله چشمای نگاه کرده که فقط او را در روز آخرت ببینی ان شاء الله و ای خداوند از بلا اصلا یک نعمت است به خاطر این فانی دنیا. بله چند سال خواهد بودیم 70 سال بله و نعمتی که هیچ چیز دیگه نبینی و دایرکت الله سبحانه و تعالی ببینی. این نعمت کلان بسیار محدود مردم دارن. خداوند نصیب ما بکنه. جزاک الله خیر. ایران بگیرین و ان شاء الله 8 ماه کرای خانه تان و امروز یک ماه دیگه مصرفات ایرا گرفته میتونین یک موتر باش بگیرین که اینا برن. درست است؟ جزاک الله خیر. خداوند دنیا رو گل گذاشته هر آرزو خدا داره. خداوند بلا فر مصیبت خداوند سر ما کرده. Let's celebrate.
for this day.